در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان نخست نمایش بین المللی آثارخانه ملی تاجیکستان تحت عنوان عالم گلدودی تاجیکان افتتاح گردید. در مراسم افتتاح نمایش نمایندگان رسمی هر دو کشور از جمله وزیر فرهنگ جمهوری آذربایجان، دیرکتور آثارخانه ملی قالین‌های آذربایجان، سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری آذربایجان و دیگر مهمانان شرکت ورزیدند. اشتراکچیان ضمن سخنرانی‌های خود از اهمیت نمایش در تحکیم رابطه‌های فرهنگی دو کشور یادآور شده، گلدوزی تاجیکان را چون یکی از قدیم‌ترین و زیباترین هنرهای ملی توصیف کردند. آن افادهگر ذوق زیبایی پرستی، جهانبینی و ارزش‌های معنوی مردمی تاجیک میباشد. در نمایش بیش از 50 نمونه نادر گلدوزی از جمله سوزنی، چکند، بالینپوش، میانبند و دسترخوان از فاند طلایی آثارخانه ملی تاجیکستان به معرض تماشا گذاشته شدند. این آثار از شهر و نواحی گوناگون کشور از جمله خوجند، استرافشان، کولاب، پنجکین، رشت و بدخشان آورده شده معرفی گردید. مقصد از تشکیل این نمایش این معرفی میراث تاریخی ما، معرفی هنر اجدادی چهبران ما میباشد که امروز باید فکر میکنم تمام اهل جامعه جهان باید از بزرگی این هنر معلومات پیدا نموده باشند. جایگاه مخصوص را در نمایش سوزنی اشغال میکند که آن یک نوع معروف گلدودی تاجیکان با نقش‌های نباتی، هندسی و خطاطی خود دقت تماشاچیان را به خود جلب نمود. همزمان نوع دیگر گلدودی تاجیکان چکند که سال 2018 به فهرست میراث غیرمادی یونسکو شامل شده است به مهمانان معرفی گردید. ما بسیار شاد هستیم که امروز شاهد آن گشتیم که در پایتخت آذربایجان در شهر باکو امکانیت پیدا شد تا که ما نمایشگاه برگزار نماییم با نام عالم گلدوزی تاجیکان. ما بسیار افتخار داریم از این، چون که در حقیقت ملت کهن‌بنیاد تاجیک بسیار هنر والایی دارد در دوختن سوزنی، چکند و دیگر نمونه‌های گلدوزی و من باوری کامل دارم که مهمانان پایتخت آذربایجان شهر باکو و استقامت کنندگان شهر باکو تاثیرات بسیار بلند میگیرند از تماشای نمایشگاهی که جمهوری تاجیکستان پیشکش نموده ایستاده است. در دایره برگزاری نمایش با اشتراک هنرمندان هر دو کشور برنامه فرهنگی با اجرای سرود و ترانه‌های دلانگیز و رقص و آهنگ‌های ملی به تماشاچیان پیشکش گردید. В Национальном музее ковра открылась замечательная выставка, очень редкая, уникальная выставка «Мир таджикской вышивки». 56 уникальных экспонатов привезены из Национального музея Республики Таджикистан, за что мы благодарны нашим коллегам. И очень надеемся, что в течение этого месяца выставку посетит много народу. Ну, как вы сами видите, на открытии было очень много людей. Я думаю, что и молодые исследователи, и любители искусства, культуры обязательно посетят эту выставку. نمایش بین المللی عالم گلدودی تاجیکان که با تشبث آثارخانه ملی تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان و آثارخانه ملی قالین‌های باکو راه اندازی شد، قدم مهمی در رشد مکالمه فرهنگی تاجیکستان و آذربایجان محسوب می شود. نمایش بین المللی عالم گلدودی تاجیکان که با تشبث آثارخانه ملی تاجیکستان، وزارت فرهنگ جمهوری آذربایجان و آثارخانه ملی قالین‌های باکو راه اندازی شد، قدم مهمی در رشد مکالمه فرهنگی تاجیکستان و آذربایجان محسوب می شود.